با توجه به سناریویی که در بیت کوین داریم، یعنی این سناریو که این موج اصلیمون هستش و اومده یه ریز موج زده، حالا میتونه تا منطقه تقریبا میشه گفتش که $67,000 تا $69,200 حرکت بکنه و بعدا به سمت پایین ریزش رو ما ببینیم تا مناطق تقریبا میشه گفتش که $50,000 تا $55,000 اوردرهای بسیار خوبی هستش و ما میخوایم یه پله خرید خودمون رو اینجا انجام بدیم. اگر به سمت پایین تر هم رفت لول های بیشتری رو میخریم. پس این برنامه ریزی رو میخوایم بکنیم یه لول خرید بکنیم. 90% پولمون رو که برای کریپتو کنار گذاشتیم، اگر پر ریسک هستید و پر ریسک کار میکنید، خب 80%شو بذارید و 20%شو برای آلت کوین ها بذارید. بیت کوین میخوایم بخریم و ارزم به حضورتون که با اون 10 الی 20% دیگه میریم سراغ آلت کوین ها. توی این ویدیو آلت کوین ها رو معرفی میکنیم که چه آلت کوین هایی باید بخریم، ویژگیاشو بهتون توضیح میدم که هر آلت کوینی مد نظرتون هست اگر این ویژگی ها رو داشت بتونید خریدتون رو انجام بدید. من وحید هستم، اینجا کانال وال کریپتو با تحلیل آلت کوین ها و معرفی سبد سرمایه‌گذاری در خدمت شما هستیم. پس برای بیت کوینمون صبر میکنیم تا قیمت بازیشو بکنه یا این محدوده 62,000 رو تقریبا میشه گفتش که $500 رو از دست داد به سمت پایین، سلش رو میگیریم به سمت پایین و منتظر میمونیم تا نواحی $50,000 تا $54,000 برسه و اینجا یه پله خریدمون رو انجام بدیم. اگرم رفت به سمت بالا دوباره منتظر میمونیم. در این نواحی اگر دیدیم که واکنش سنگین داره نشون میده رو به پایین، میتونیم سلش رو بگیریم به سمت پایین و اینجا خرید اثباتمون رو انجام بدیم. چرا اینو دارم بهتون میگم؟ چون یه سری میان و میگن که این خیلی فاصله داره تا اون جایی که شما میگی و ما میخوایم الان سبد جمع بکنیم، چجوریه میخوایم بخریم، خیلی فاصله داره، یادمون میره. اول از اینکه میتونید از لیمیت استفاده بکنید، دوم از این میتونید بازار رو همراهی بکنید، بذارید به اون نقاط حساسش برسه و اگر واکنششون داد این سناریو عملی میشه. اگرم اومد این سقف قبلی رو که محدوده تقریبا میشه گفتش که $70,000 ردش کرد به سمت بالا، کندل بست دیگه، اینجا ما کندل ارزم به حضورتون که مومنتوم دیدیم به سمت بالا. حالا بعدا میتونیم بفهمیم که این سناریو اصلا غلط بوده، یعنی تا اینجاش درست بوده ها، ما خیلی موجاشو خوب گرفتیم، ولی خب هر چیزی بالاخره یه جایی به بعد دیگه تغییر میکنه دیگه، همونطوری پیش نمیره که. اینم مثلا اینجا اگر $70,000 رو رد بکنه شم ببنده دیگه باطل میشه این سناریو. پس اصل این سناریومون، این سبد جمع کردنمون اینه، این موج است. هر کدوم از آلت کوین هم که معرفی میکنیم یه سری ویژگی دارن، ویژگیاشون الان بهتون توضیح میدم و توی یه جای قیمتی هستن، توی یه جایی از موجشون هستن که بهتون معرفی میکنم. یا مثلا برسه به بالا سلشو بگیریم، منتظر بمونید تا اون نقطه‌ای که ما میخوایم اثبات بخریمش برسه، بعدا سلمون رو میبندیم و اثباتمون رو باز میکنیم. یا ارزم به حضورتون که توی موقعیت اثباته و یه پله خریدمون رو انجام میدیم. یه سری موقعیت هم امروز روی فانتوم و ارزم به حضورتون که آوه و اینا بود، توی تلگرام واسهتون گذاشتم. تلگرام رو حتما عضو بشید، اگرم تا الان سابسکرایب نکردید میتونید سابسکرایب بکنید، اون زنگوله بغلش هم بزنید. خب کاری که ما میکنیم، ما شروع به خریدن پله‌ای میکنیم. حواستون باشه وقتی که قیمت داره به سمت پایین حرکت میکنه ما پله‌ای میتونیم خرید بکنیم. اول از اینکه همه پولمون رو توی یه دونه ارز نمیذاریم، پخشش میکنیم و حدود 80 الی 90% رو بیت کوین میخریم به خاطر اینکه درآمد کمتری داشته باشیم. و اگر مثلا تو 3 تا لول بخوایم بخریم، یه 20% میخریم، یه 30% میخریم و یه دونه 50% میخریم. خب 3 تا لول اینطوری میشه. پس همچین ترکیبی رو توی ذهنت داشته باش و به این قانون هم پایبند باش تا بتونی توی ریزش ها خرید خودت رو انجام بدی. اگه تحلیل هفتگی رو دیده باشی
میتونه همچین موقعیتی پیش بیاد و یک موج نزولی خوبی ما داشته باشیم با توجه به اینکه داده ها هم مثبت شدن. پس این شاید مثلا فرصت های آخرمون باشه و بتونیم توی یک سری از لیول های بسیار جذاب و خوب خرید خودمون رو انجام بدیم. بریم سراغ آلت کوین ها. آلت کوین هایی که بررسی کردیم بذار بهتون بگم چه ویژگی هایی باید داشته باشم. مثلا بعد از بیت کوین که خریدیم باید اتریوم بخریم. خب اتریوم توی تایم فریم هفتگی نگاش کن، ببین روی مووینگ 200 دو بار به سمت بالا حرکت کرده، اما در کل بسیار ضعیف هستش. چرا؟ چون ما توقع داشتیم که این سقف قبلی خودش رو ریز موجش رو رد بکنه به سمت بالا و در این نواحی ما ببینیم که قیمت اتریوم رسیده و گفتیم اگر اینجاها برسه ما میتونیم سلش رو بگیریم به سمت پایین، مثل کاری که بیت کوین کرد و یا شاید هم آلت کوین های دیگه انجام دادن. خب ولی همچین کاری نکرد و خیلی ضعیف ظاهر شد، حتی به قله قبلی ریزموج خودش هم نرسید. پس با توجه به این جور چیزا میتونه راحت‌تر کف بزنه. اگر کسانی که دوست دارن زود خرید بکنن میتونن توی منطقه 2323 وارد بشن، اما کسانی که صبرشون بیشتره و اگر هم اوردرشون پر نشه مشکلی واسهشون نداره، من منطقه $2000 تا 2000 رو تقریبا میشه گفتش که $100 رو در نظر دارم برای یه پله خرید. یعنی توی این ناحیه یه پله خرید خودم رو من میخوام انجام بدم. بالاتر از اینو من زیاد علاقه ندارم چون بیسش اینجاست. ببینید بیس چارتمون اینجا هستش و اگر بخواد خوب حرکت بکنه به سمت بالا باید یا بیاد روی این بیس رو بزنه که محدوده 2000 و تقریبا $100 یا بیاد داخل بیس و این اوردر بلاک خودش رو پر بکنه که محدوده 1767 تا $1519 و بعدا اینجا به سمت بالا حرکت بکنه. این اتریوم. بریم سراغ سولانا. خب سولانا هم ارز بسیار جذاب و خوبی هستش. فعلا تقریبا میشه گفتش که یه الگوی پرچم بسیار بزرگی برای ما داره میسازه و حجمش رو نگاه بکنیم نسبت به اون اوایل درسته که کمتر شده، ولی اینجا از اینجا به بعد داریم میبینیم که درسته که قیمت به سمت پایین حرکت کرده اما حجمش داره تقویت میشه. اگر حجمش رو من بتونم بزرگ کنم توی گوشی بتونید ببینید، اینجا منظورمه، ببینید با این حال که قیمت داره فشرده میشه اما حجمش داره میره بالا. پس یه پله خریدمونو این مثلثش هنوز کامل نشده به نظر من، میتونه بیاد همچین حرکتی بزنه. خب حالا اگر این نشه میاد تا عرضم به حضورتون که این ناحیه و از اینجا به سمت پایین ریجکت میشه. به خاطر همین میگم این سبد فقط یک پله خرید رو داره توصیه میکنه. چرا یه پله خرید رو دارم بهتون توصیه میکنم؟ توی تحلیل هفتگی هم بهش پرداختم، توی تحلیل آنچین هم بهش گفتم بهتون، یعنی گفتم میتونه شرایط برگرده یا یه رکودی اتفاق بیفته، یک نمیدونم ارزم به حضورتون که دو تا کشور غول با هم دیگه شروع بکنن به جنگیدن و اینجور چیزا، یا یه پله مارکت بیفته پایین، همه کوینا، همه آلت کوینا، همه سهام یه پله بیفته پایین. پس یه پله خرید بکن، یه دونه ارزم نخر. اینا رو گوش بکن تا ضرر نکنی. وقتی که از مثلا $123 این عددیه که باید اینجا ما بخریم، محدوده $130 تا $120. خب ما یه پله سولانا میخریم. اینو بذار بیارمش بالاتر، اینجا $130 تا به پایین اومدش، اینجا ما یه لول میخریم. خیلی فاصله داره، چیکار کنیم؟ بذار به سمت بالا حرکت بکنه، از این نواحی سلشو بگیر به سمت پایین. نگاه کن فر ولیو گپ رو، به احتمال زیاد میاد سقف‌های قبلی رو میزنه و ما میبینیم که اینجا حرکت میکنه مثل بیت کوین، چیزی که الان توی بیت کوین داره اتفاق میفته.
اینجا که رسید این فیر ولیو گپ ها رو که پر کرد، واکنش سنگین دیدی تو تایم فریم روزانه، دیدی که داره به شدت متوقف میشه. فرداش سل رو گرفتیم به سمت پایین، پوزیشنمون هم بازه. اگر تا اینجا اومد تا همینجا همراهیش میکنیم و ارزم به حضورتون که اینجا دیدیم دوباره داره تقویت میشه و به سمت بالا حرکت میکنه. پایین دیدیم اثباتمون رو باز میکنیم، فیوچرزمون رو میبندیم. پس بیکار نیستی، نگو که خیلی فاصله داره. اگرم میخوای خرید بکنی و کارمندی، نمیدونم سرت شلوغ، هفته یه بارم نمیتونی چارتو ببینی، میتونی از طریق صرافی که کار میکنی لیمیت بذاری توی همون عدد با ساعت فعال بشه. لینک صرافی البنک هم گذاشتم اون پایین، به خاطر اینکه حجم روزانش بالای 2.5 میلیارد دلار هستش، دقیقا روی همون قیمتی که شما میذارید واسه اون لیمیتتون رو فعال میکنه. با لینک ما هم ثبت نام بکنید 30% توی کمیسیوناتون تخفیف میگیرید. پس اینم از این محدودهاشو بهتون گفتم. عدد بالاشم که برای سل میخوایم اقدام بکنیم $178 و $173 گپاش هست و اوردر بلاکی که مد نظرمونه $183 هستش. حالا توی تحلیل‌های آلت‌کوین‌ها وقتی که رسید به اونجا روش قشنگ مانور میدیم و سلش رو میگیریم به سمت پایین. اگرم از همین ناحیه برگشت به سمت پایین، دیگه ما سلش رو نمیگیریم و فقط اثباتش رو خرید انجام میدیم. $130 تا تقریبا میشه گفتش که $100 اومدش. توی این نواحی ما یه پله خریدمون رو انجام میدیم. بریم سراغ ارز بعدی. ببینید یه سری ارزها هستن مثلا مثل BNB. خب ارز خیلی خوبیه و پشتش یک صرافی هستش که بزرگترین صرافی کریپتوه، اما چارتشو که نگاه میکنید ببینید کندلاش چه شکلیه و اصلا هیچ چیزی پیدا نمیکنید. چرا همچین اتفاقی افتاد؟ چون اون بحثی که افتاد و BNB هاشو ازش هکرها دزدیدن، بردن گذاشتن وام گرفتن. اون وامه وثیقه‌ای که گذاشته بودن همین BNB ها بود و هکرها کلا اون وامه هم ندادن. به خاطر همین اون سایت میگفتش که من میفروشم اینا رو. اگر اون حجم رو میفروخت BNB با خاک یکسان میشد. به خاطر همین چیکار کرد؟ بیت کوینش رو فروخت و قرض و بدهیاشو داد و اینا میخواستن سیزی و زمین بزنن. حالا به اون کاراش کاری نداریم. به خاطر این اتفاقاتی که توش افتاد بعدش دیدیم که چارتش اصلا به هم ریخت. قبلش خیلی خوب بودا، نگاه کن. قبلش آدمیزادی حرکت میکرد. حالا اینجا بولران داشتیم رفته بالا، بعدش اصلاح داشتیم مثل بیت کوین، دوباره اومده به سمت پایین، یه بیسی ساخته، یه بیس پایینترش ساخته، اونو که رد کرده دوباره به سمت بالا رفته، ولی بعد از اون دیگه اصلا خوب عمل نکرده. من کجا میتونم بخرم اینو؟ اگر بخوام بخرم توی محدوده‌های، شاید مثلا خیلیاتون بگید این چه حرفیه این داره میزنه، مثلا $346. بالاتر از اون من ریسکشو نمی کنم و توی ضررهای طولانی مدت نمیمونم. چون این موج رو نگاه کنید چی ساخته اینجا. ببین یه همچین چیزی ساخته. خب این چیه الان؟ اصلا نمیشه شناساییش کرد. نه به صورت کلاسیک میشه شناسایی کرد، نه نمیدونم ارزم به حضورتون که RTM باشه، ICT باشه، فلان باشه، بهمان باشه. من ارزایی رو میخرم که نزدیک به بیسشون باشن و بخوان ضربه بزنن به بیسشون به سمت بالا حرکت بکنن. میتونم معامله سل روش باز بکنم توی ناحیه $660 و $640 از اینجاها به سمت پایین. اگر بخواد به سمت بالا بره و از همین جاها مثلا نمیدونم موج سعودی شروع بکنه، بولران شروع بکنه، من خریدارش نیستم. پس اگر دیدی یه سری از ارزا توی این سبد نیستن، خب همه رو که من نیومدم بررسی بکنم. خیلی کوین داریم، هزاران کوین داریم و یه سری شاخص ها رو واسهتون در نظر گرفتم و هر کدوم اینا دوباره یه خصوصیتی داره. این الگوش به درد من نمیخوره و قیمتش هم به درد من نمیخوره. به نظر من از ارزشش خیلی بالاتره. شاید تو آینده مثلا این $1000 هم ببینه، خب ولی قیمتی که من میخوام بخرم انقدر به من نمیصرفه. و ارزم به حضورتون ارزهایی که اینجا داریم مثلا معرفی میکنیم فانتوم. خب یا اینو بهت آموزش بدم،
یاد بگیر اون ارزی که میخوای بخری و خودت بتونی قشنگ تحلیل بکنی. قیمتیشو که بهت یاد دادم. خب هنوز ارز مونده، فکر نکنی تموم شده. میای توی سایت کنگکو و ارزم به حضورتون که اینجا میای تو بخش ماکسیموم ساپلای نوشته 3 میلیارد و 175 میلیون توکن داره و ارزم به حضورتون که توتال ساپلایش هم همین عدده، سیرکولشن ساپلایش هم نزدیک به همین عدده با اختلاف تقریبا میشه گفتش که 372 میلیون دلار، 2 میلیون توکن ببخشید. پس یعنی چی؟ وقتی که بولران اتفاق بیفته و به سمت بالا بخواد یه ارزی حرکت بکنه، هر چقدر که توکناش زیادتر باشه و آنلاک نشده باشه، آزاد نشده باشه، ما با اون قسمتی که آزاد نشده کار داریم، نه اونی که آزاد شده. اونی که آزاد شده 10 میلیارد هم بخواد باشه تعدادش، به حال ما فرق نمیکنه، توی بازار آزاد شده. اونی که آزاد نشده توی صعود قیمت، اون کمپانی که پشت اینه میاد بازش میکنه جلوش و شروع میکنه توکن آزاد کردن. باعث چی میشه؟ باعث این میشه که شما از سودت کاسته بشه. هی میبینی که آقا من رفتم فلان ارز رو گرفتم، بعد رفیقم هم رفته فلان یک ارز رو گرفته، مثلا ارز میکنم رفیقم رفته دات گرفته، یا بگیم که همین فانتوم رو گرفته، من رفتم دات گرفتم. اونی که فانتوم گرفته داره رو به بالا حرکت میکنه و برای منم رو به بالا حرکت میکنه، اما نه اونقدر. 200-300% اون رفته سود کرده و من مثلا 100% سود کردم. اینا رو که مثلا بخوای بفهمی آخ چرا اینجوری شد، من بوران جا موندم، فلانی انقدر سود کرد من سود نکردم، قبلش باید تحقیق بکنی. قبلش باید بدونی که چه ارزی رو داری میخری. ارزایی رو سعی بکن بخری که باب میل همه هستش و ترنده. اینجا ناکن نکتهشو 24 ساعتش والیومش 472 میلیون دلار بوده. عدد خوبیه. میلیارد دلاری هم داریم ما. آلت کوینایی داریم که میلیارد دلاریه، تو 24 ساعت انقدر ترید میشن. پس این حجمو وقتی که اون آلت کوینی که داری بررسی میکنی میخوای بخری، دیدی مثلا 2 میلیون دلاره یا مثلا 40 میلیون دلاره، 1/10 اینه، باید اینو در نظر داشته باشی که یه مقدار ریسکش هم بیشتره. میتونه حرکت‌های بسیار سنگینی انجام بده، سود خیلی خوبی بهت بده، اما ریسکش هم بالاه. یهو دیدی اون 40 میلیون دلار جمع شد رفت. لولش پایین‌تر از ایناست. 1/10 یعنی 10 تا لول 10 تا دسته از این پایین‌تره. حواست به این نکته ها باشه. هر ارزی رو میخوای بخری بیا توی این سایت، ارزم به حضورتون که توکناشو ببین چقدر آزاد شده، والیومشو ببین در روز چقدر هستش و مارکت کپش کلا چقدره. اینا همه رو باید بررسی بکنی. همینطوری نرو روی چارت. آخرین کاری که میکنی بیا روی چارت و ارزاتو بررسی بکن. این کاریه که از صبح تا الان، به خاطر چی من این تحلیل رو دارم شب واسط میذارم؟ چون از صبح تا شب دارم روی اینا تحقیق میکنم و تمامش رو در میارم و بعدا بهت توصیهش بکنم. ارز تانکوین ارز بسیار خوبی هستش و آینده خیلی خوب و روشنی داره به نظر من، اما لحاظ قیمتی یه مقداری همچین جالب نیست و به نظر من جا داره به سمت پایین بخواد حرکت بکنه. خب نگاه کن هفتگیشو ببین. بذار این چیزم بهت بگم، این نکته رو بهت بگم و توی خیلی از ارزها دیدم که میگید اینو. ببین فرض بکن اینجا نمیبینی، اینجا به بعد رو نمیبینی، فقط همینجاست. خب خیلی از آلت کوین ها هستن الان اینجوری هن. بدتر از این از سمت بالا اومدن، خیلی بالاتر هم بودن، یه همچین ریزشی به سمت پایین داشتن. خب بعد شروع کردن توی یک حالت رنج
اینطوری حرکت کردن. این نشونه چیه؟ انباشت شدن، بیس ساختن، اینا همش یکیه، حالا اسماش فرق میکنه. یه زمانی این منفجر میشه که میتونی زمان دقیقش رو بفهمی، زمانی که ببینی حجمش داره رو به بالا میره، قیمت رو به بالا نمیره. اگر آلت کوینی رو که دیدی اینجوریه، سعی بکن تو پایین رنجش، توی اون منطقه رنجی که ساخته، توی لول پایینش یه پله خرید بکن. اذیتت میکنه، میدونم خیلی زمان میبره تا بخواد از اینجا خارج بشه. اگر شانس بیاری که مدت زمان خیلی طولانی تو اونجا بوده باشه و حجمش هم رو به بالا رفته باشه که دیگه شانس زده و اون یه لول خریدی که انجام میدی به زودی زود به سمت بالا حرکت میکنه. بعد اینکه اینجا انباش صورت میگیره، توی یه آن به سمت بالا میترکه و حرکت خودش رو انجام میده. وقتی که به سمت بالا حرکت میکنه، شما خودتو بذار جای همون خریدار، فکر بکن که اینجا خریدی. خب این همه مدت که اینجا صبر کردی، وقتی که اینجا رو رد میکنه به سمت بالا، شروع میکنی به لول فروختن. پس من همچین چیزی رو توی این چارت میبینم، مگر اینکه خلافش بخواد ثابت بشه. همچین چیزی که من دارم میبینم، توقع دارم به سمت پایین حرکت بکنه و اون یه لول خریدی که میخوام انجام بدم توی این ناحیه بتونم خرید خودم رو انجام بدم، از عدد $4 تا تقریبا میشه گفتش که $3. پس اینم یه آموزش دیگه. اگر دیدی یک ارزی قبلش خیلی بالا بوده یا نه یه مقدار بالاتر بوده، بعد اومده به سمت پایین، یه حالت فشردگی رو ساخته اینجا و داره رنج میزنه، حجمش هم داره میره به سمت بالا، یه لول میتونی خرید خودتو انجام بدی. توی پایینش هم بخر. چرا اینو بهت میگم؟ ببین از بالای رنج تا سقفش 184%، از وسطش تا سقفش 280% و از پایینش تا سقفش 532%. تا میتونی مفت بخر ارزو، توی قیمت به صرفه بخر. میبینی چقدر درصدش فرق داره؟ اما یه نکته ای، هر چقدر که شما درصد بهتری بخواید، باید مدت زمان بیشتری صبر بکنی تا این بذری که کاشتی به ثمر برسه. صبر داشته باش، عجول نباش. اگر دیدی اینجا مثلا میگم یه ارز خریدی توی این ناحیه و 2 ماه میبینی که تا مثلا 30% رفته بالا، حالا فروختن یا نفروختنش بستگی به شما داره که شورت ترم هستی یا لانگ ترم هستی، این دوتا فرق میکنه. اما اگر بفروشیش و به دیگه موقعیت نده، میتونه اونطوری باشه که بعداً اعصابت خورد میشه، میگی بابا من اینجا خریده بودم و اینجا فروختم، صبر نکردم، یه مقدار اومد به سمت پایین و بهش دیگه اهمیت ندادم، به سمت بالا حرکت کرد. اینو توقعشو داشته باش. یا شاید هم اینجا خریدی میاد بالا و میری توی ضرر، یا میبینی یه کندل 1 ماهه شما رو برده توی ضرر، 20% 30% برده توی ضرر. صبر داشته باش. اگر قیمت خوبی خریده باشی، بعدش میتونه به سمت بالا حرکت بکنه. به خاطر همین میگم میتونیم ما اینجا یه لول هم خرید بکنیم، بعدن اومد اینجا یه لول دیگه هم بخریم، ولی خب اینجا اصلا به کار من نمیاد. بریم سراغ نات کوین. نات کوین هم خوبه و این تگا رو من پاک بکنم. این دوستان انقدر میگن این تگا رو بزن، دیگه چارت ما شده تگ با یه مقدار از چیزا، شم، کندل. خب اومد توی این منطقه قشنگ دید به سمت پایین حرکت کرد. یه سری ها میگفتن بالای اینجا تثبیت داد، دیگه بخر که میره به سمت بالا. نه، همچین خبرایی نیستش و اینجا ناحیه مقاومتیشه. یه لول خرید روی نات کوین خودم شخصا این ارزایی که بهتون معرفی میکنم خودم شخصا میخوام بخرم و
اگر ضرری بخواد پیش بیاد اولین نفر خود من ضرر میکنم و توجه هم داشته باشید که سود و زیانش پای خودتون هستش. اما اگر صبر داشته باشید میتونه توی سود بره با توجه به اینکه شرایط خوب شده. یه لول بیاد به سمت پایین، اوردر بلاک هفتگی خودش رو ببینه توی عدد 0.2 من یه لول خریدم و انجام میدم. اگر اومد به سمت پایین اون موقع میریم سراغ تحلیل بعدی و دوتا لول بعدیمونم معرفی میکنیم. فعلا یه لول میخوایم خرید خودمون رو انجام بدیم، نگهش هم میداریم تا این زیر چارت قشنگ گرد بشه، بعدا بره به سمت بالا. بریم سراغ ارز بعدی میم کوین. من میدونم خیلی دوست دارین. خب نات کوین هم یه جور میم کوینه. خب خیلی خوبه. یه دونه دو تا دونه سعی بکنید توی سبدتون داشته باشید، نه اینکه کلش رو برید میم کوین بخواید جمع بکنید، اون زیاد جالب نیست. خب ارز دوج کوین خیلی میدونم دوستش دارن و دوست دارن اصلا اینو داشته باشن توی کیف پولشون و حالا سود و ضررش هم خیلی دوست دارن که اینجور جاها بگیرن. یهو پامپ میشه به سمت بالا. الان پس موقع خریدش نیست. چرا؟ چون موجاش نزولیه و به سمت پایین داره حرکت میکنه. یه لول خریدمون توی عدد 0.9289 میتونیم بخریم. یه لول دیگه هم 0.06620. پس این دوتا لول رو داشته باش و به نظر من یه لول خریدت رو تقسیم 2 بکن و توی این دوتا خریدت رو انجام بده. چرا؟ چون اگر این اومده باشه این اوردر بلاک رو دیده باشه و نتونه سقف جدید بزنه، دفعه بعد اوردر بلاک دیگه کارایی آنچنانی نداره، میتونه جلوی قیمت رو بگیره اما درصد شکستنش هم زیاد میشه. پس میتونه به سمت پایین بیاد، این منطقه بیس خودش رو ببینه یا احیانا این منطقه لیکویدیتی رو بخواد پرش بکنه. یه موقعیت خرید برای شما اینجا ظاهر میشه، میتونه خریدتو انجام بدی و نگهش داری به سمت بالا حرکت بکنه. ناحیه خوبی هستش و میشه گفتش که بیس دومش اینجا قرار داره و روی بیسش حالا یا توی بیسش بخوایم یه پله خرید بکنیم عقلانیه، اما کل پولتو بخوای بیای اینجا بخری و دوج کوین بخری نه، اصلا عقلانی نیستش. توی تایم فریم 4 ساعته فعلا میتونه به سمت بالا بره چون این اوردر بلاکش رو از دست نداده. میخواستم برای سلش بگم اقدام بکنیم ولی نه، این اوردر بلاکش رو هنوز از دست نداده. اگر میخواستیم سلش رو بگیریم از همین ناحیه باید اقدام میکردیم که قشنگ هم فیر ولیو گپ داشته، هم این خط سبزنگی که گذاشته بودیم برای ناحیه 78% فیبوناچیش بوده. میتونه به سمت پایین حرکت بکنه، بذار برسه به سمت پایین و اینجا یه لول اثباتمون رو میخریم، فیوچرزش رو ولش. بریم سراغ فانتوم. خیلی میخوام فانتوم بخرم. امروز توی تلگرام بهت گفتم قیمت اینجا بود، توی این کندل به سمت بالا میتونه حرکت بکنه، بذار بره به سمت بالا، فیر ولیو گپ خودش رو پر بکنه یا از این فیر ولیو گپ یا این دوتا ناحیه اوردر بلاکیش. توی تایم فریم روزانه من اگر برم بهت نشونش بدم اینجا میشه. ببین توی این دوتا ناحیه عدداش هم واسط گذاشتم، میتونیم سلش رو بگیریم به سمت پایین و برای اثبات این فلشی هم که میبینید اینجا داره واگرایی حجم نشون میده. من پاکش بکنم، تو تلگرام توضیح کاملش رو گذاشتم. خب اینجا بیسمونه، اینجا بیس دوممونه و محل انباشت اینه. میتونیم یه لول خریدمون رو انجام بدیم. آقا نمیرسه به اینجا، کجا رو داری میگی؟ اینجا عدد 0.7889 بیاد برسه 65% پایین تر میرسه. دوج کوین رو ببین، من تحلیل که درباره دوج کوین میذاشتم اینجا بود.
ریخته بود به سمت پایین. هزاران بار این حرف رو زدم، گفتم این جور آلت کوینا شارپ میره به سمت پایین، شارپ هم میریزه پایین. همه میگفتن نمیریزه پایین، این حرفا چیه؟ از اینجا ما میخریم میره به سمت $1. چرا؟ چون تو هفتگی یک کندلی زده، این همه این همه نخ زیرشه و اینطوری مثلا حرکت میکنه به سمت بالا. یه همچین توقعی رو داشتن. همیشه عقبه چارت آدمو درگیر خودش میکنه و ذهن تو بیمار میکنه. این شمع رو که دیدی به سمت بالا دیگه ببخشید چشما دیگه کور میشه و این شمع قرمز رو دیگه نمیبینه، فقط توقع داره که به سمت بالا حرکت بکنه. ما هر چقدر گفتیم اومدن بهمون فوش هم دادن، تازه گفتم ما میریم خریدمون رو انجام میدیم. حالا دیگه نمیدونم چه حالی هستن اونایی که اینجا خریدن، توی چند درصد ضررن. این شمع اومده بالا، توی همچین حدودای اینجا خریدن 49%، 50% ضرر رو تحمل کردن، 100% اینجا هم فروختن رفتن به کارش. پس توجه داشته باش، روی فانتوم بودی. بذار به سمت پایین حرکت بکنه. سلشو من خودم اینجاها وارد میشم، اگر واکنش سنگین نشون داد، اگرم رد کرد به سمت بالا که هیچی دیگه، حرکت کرده رفته به سمت بالا، دیگه به درد ما نمیخوره، میریم یه آلت کوین دیگه میخریم، کمبود آلت کوین نداریم. اومد به سمت پایین، تو عدد 0.2833 یه لول خریدم و من انجام میدم. فانتوم. چرا فانتوم میخوام بخرم؟ به خاطر اینکه دربارش خوب دارن حرف میزنن. تو تایم فریم روزانه حجم داره خوب میخوره، بد نیست حجمش. نگاه کن، درسته که نصف قبلیه ولی توجه داشته باش اینجا بولران بود، بولران قبلی بوده، هنوز بولران شروع نشده اما نصف اون منطقه داره حجم میخوره. پس واسه من خوبه، در آینده میتونم روش حساب بکنم. تو چه لولی؟ این لول. اگر رسید میخرم، اگرم نرسید ولش. ببینید یه سری منطقه هایی هم داره مثل اینجا. توی برگشتش به خاطر همین میگم یه پوزیشن سل باید بگیریم. خب اونجا که رسید دیگه مثلا جمعش کن. شاید این فیر ولیو گپ رو نگاه کن، یک روزش اینجا، این اوردر بلاک رو نگاه کن، شاید رسید به اینجا برگشت خیلی. خب اون موقع عیبی نداره، ما میایم بررسی میکنیم شرایط مارکت رو و اگر دیدیم که داره مارکتش برمیگرده به سمت بالا، نشونه هاشو دیدیم، مثل همون رد کردن اوردر بلاک، زدن سقف بالاتر و اینجور چیزا توی ریز موجاش، همینجا مثلا خریدمون رو انجام میدیم. پس اینم در نظر داشته باش، اگر یک ناحیه‌ای رو من دارم بهت معرفی میکنم، با توجه به شرایط مارکت خودت هم یه مقدار این ور اون ورش بکن و ببین که به چه صورتی هست. اگرم من یادم رفته بود، چون من خودم مشغلم زیاده، بیشتر خریدای اسپاتمو به صورت لیمیت انجام میدم. اصلا نمیتونم برم این همه چارت رو بررسی بکنم، بخوام مثلا طلا معامله بکنم، فارکس. میگم فقط من اینجا واسهتون کریپتو رو میذارم، اما روی همه بازارها فعالیت دارم. بخوام همه رو بررسی بکنم و هی بخوام خرید و فروش و اینا انجام بدم، اصلا یه کار نشدنیه. انگار که آدم ربات باشه بتونه همچین کاری بکنه. اون اثبات ها رو که قبلا تاییدیه‌اش رو تو ذهنم گرفتم، به صورت لیمیت میذارم، خودش فعال میشه. بعضی اوقات یهو دیدی یه شرایطی به وجود اومد، مثلا از اینجا میخواد برگرده به سمت بالا، دیدی توی کامنت ها بگو، میریم بررسیش میکنیم، اگر همچین چیزی بود میخریمش. خب اینم که عددش رو بهتون گفتم. بریم سراغ بعدی. XRP. میدونم خیلی ها XRP رو مد نظرشون هست و میخوام بخرم. ببین یه خط روند اینجا داشته، این خط روند رو شکسته و الان روش قرار گرفته. میشه خریدش به سمت بالا؟ بگیم آیا اینو شکسته و به سمت بالا حرکت بکنه؟ میتونه حرکت بکنه. من هیچ موقع همچین کاری نمیکنم و اون خط روند رو میندازمش دور. من با خط روند اصلا معامله نمیکنم. بذارید به سمت بیسش حرکت بکنه توی عددهای 0.4915 تا محدوده 0.3269، یعنی نفوذ به این سمت
میتونی یه لول خریدتو داشته باشی تا بعد بولران بخوای بفروشیش. توجه بکن داری برای کی میخری، چه مدتی باید صبر بکنی، یه چیزی حدود یه سال دیگه میفروشیش. خب پس بالا رفتنش زیاده، گیر کردنش زیاده، همه اینا رو توجه بکن. یهو تو یه شب میره بالا میشکونه همه سقف‌های قبلیشو، تو یه شب دیگه مثلا 2 شب دیگه ریزش میکنه به سمت پایین. اینجور چیزا رو داره. پس نرو توی قله بخر توش بمونی. اینجا که رسیده بود همه میگفتن که خب این داره میره، ارزم به حضورتون که $1 رو رد بکنه به سمت پایین، $10 رو میبینه. اقص این کارا رو میکنن ها، اینجور اخبارا رو قشنگ چاق میکنن توی یوتیوب و اینستاگرام و ارزم به حضورتون که توییتر، که مردم گول بخورن، تازه کارا گول بخورن بیان بخرن، بعدن اونجا شروع بکنن به فروختن به اینا. اگر میخواد بخری XRP توی این منطقه یه لول بخر. بریم سراغ ارز بعد. لیدو. ببین لیدو خیلی ها میگه ارز قوی نیست و به درد نمیخوره اینا، چیز نداشته باشه دوش، به قول معروف چی میگن، تعصب نداشته باشه روی یه چیزی. مثلا یکی هستش رفیق ما فقط میگه من طلا معامله میکنم، پیش میگیم بابا مثلا آلت کوین هم بخر، بیت کوین هم بخر، نمیدونم ین مثلا داره قوی میشه برو روی ین یه معامله باز بکن، نمیدونم دلار کانادا داره ضعیف میشه برو روی اون یه معامله. میگه نه فقط طلا. خب به خاطر اینکه تعصب داره و پوزیشن زیادی هم نمیتونه باز بکنه و کلا هم درگیر یه چیزه. من اینطوری نیستم و واسم اهمیتی نداره که لیدو بهترین چیزه یا مثلا بیت کوین بهترین چیزه یا آشغال ترین چیزه. اصلا واسه من اهمیتی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه تصمیم میگیرم بیشتر پولمو روی استایی بذارم که پدر مادردار هستن، از لحاظ اینکه اعتبار دارم برای من خیلی مهمه. خب آشغال که دیگه نمیریم بخریم. اما مثلا لیدو خب گذشته نداشته، توی ارزم به حضورتون که ریزش های سنگین قبلی سالیان قبل نبوده، معیبی نداره دیگه، توقع اون ریزش ها ما نداریم. یه مقدار توقع داریم به سمت بالا حرکت بکنه و عددهای 1.64083 یا 1.9186 رو ببینه، این دوتا ناحیه. بعدا به سمت پایین سلش رو بگیریم و در این ناحیه یه لول خرید خودمون رو انجام بدیم به سمت بالا حرکت بکنه. چرا؟ چون خوب حرکت میکنه به سمت بالا. و الان یکی میبینه مثلا میگه این کفش رو از دست داده به درد نمیخوره. نه، کل این موجایی که میبینه به سمت بالا اومده و تا اینجا رسیده ریز موج این موج اصلیشه. یک موج اصلی داره به سمت بالا، حالا داره اصلاح میکنه به سمت پایین، میتونه بیاد این اوردر بلاکش رو ببینه بعدا به سمت بالا حرکت بکنه. پس دور نیست از اون نقطه‌ای که ما میخوایم واردش بشیم و میتونه یه سلم به ما بده تو این نواحی و از این نواحی بگیریمش به سمت پایین. مخصوصا اینجا اگر رسید میتونیم یه دونه سل بگیریم رو به پایین حرکت بکنه، اینجا اثباتمون رو بخریم. این لیدو هم حواست باشه LDO مخففشه. بریم سراغ دات. یه نکته‌ای داره دات، اینو توضیح بدم بهتون. اونی که بهتون توضیح دادم گفتم انباش صورت میگیره بعد از ریزش و اینا. این نشونه زندشه. بعد از یک ریزش سنگین توی یه دونه باکس خودشو گیر انداخته، کف باکسش هم هست. حجمشو بررسی بکنیم. از موقعی که توی باکس قرار گرفته حجمش به چه صورتی بوده؟ توی باکس اینجا میشه تقریبا اینجا بوده تا اینجا که تقریبا یه افتی داشته، بعدن اومده به سمت بالا دوباره یه افتی و ما اینجا داریم میبینیم.
اما در کل بخوایم حساب بکنیم حجمش به سمت بالا بوده. در کل من اینو هر جوری حساب بکنم، آقا من اینجا بذارم به سمت بالا بوده. پس داره حجم میخوره، نه اینکه حجم نخوره. ببین اینجا حجمش چقدر بوده، نصف بولرانش اینجا داره حجم میخوره اما قیمتش بالا نمیره. توی آینده امکان شکستن این باکس و انفجار قیمت دات هست. میدونم یه سری از مشکلات رو داره، الان حرف پشتش زیاد میزنن میگن مرده و فلان و اینجور چیزا. خب سعی بکن ریسکتو کمتر بکنی و کمتر بخری. کل پولتو نیا بذار توی این، چون ممکنه که اسیرت بکنه و بخواد به سمت بالا حرکت بکنه خیلی کند عمل بکنه. همچه کاری هم میکنه چون داره انباش صورت میگیره، جمع میشه یه ذره یهو یه جایی مثلا یه مخزن آب و فکر بکنید بهش میترکه و به سمت بالا حرکت میکنه. شما تو همین قیمتی که الان هست یه لول خرید انجام بدید کوچیک، به سمت بالا که حرکت کرد توی بوران و حالا ما نمیگیم سقفش رو ببینه شما 1000% سود بکنید، همین نواحی میانیش هم ببینه یه چیزی حدود 500% سود کردی، ولی باید منتظر بمونی. اون کاسه صبرت یهو لبریز نشه، تو نترکی به جای اینکه قیمت بترکه. افسوسشو میخوری اون موقع، میگی ای بابا نگاه کن ما اینجا خریده بودیم صبر نکردیم فروختیمش، چقدرم اونی هم که معرفی کرده و فوشش دادیم اومد حالا اینجا رو رد کرده من دارم میخرم. خب اینجا رو بخواد بخری تا به سمت بالا بخواد حرکت بکنه 90% به سود میده. درسته توی بوران سوار این شدی و یه همچین حرکتی رو داره میکنه توی عرض مثلا 2 ماه 3 ماه 90% سود کردی. اما وقتی هم که اینجا هستی درسته سودو بهت نشون نمیده، میری هی فایلتو نگاه میکنی و میبینی که ای بابا همش تو ضررم من و اصلا سودی نمیکنم. نه، شما داری سود پنهان میکنی، بهش میگن سود پنهان. هر روزی که میخوابی و بلند میشی داری مثلا 1% مثلا سود میکنی ولی بهت نشون نمیده، یه جایی اون میتره که به سمت بالا به حرکت میکنه و میتونی اون سود رو انجام بدی. ببین این ارزی که الان دارم بهت میگم اینجوریه، برو ارزم به حضورتون که توکن ساپلایش و اینا رو ببین. بذار بیارمش، قشنگ متوجه بشی، یهو نری یه دونه شت کوین رو بخری و بمونی توش. خب بیا اینجا توتال ساپلای 1 میلیارد و 500 میلیون، سیرکولیشن ساپلایش 1 میلیارد و 419 میلیون. خب تعداد توکنی که میخواد آزاد بکنه خیلی کمه، یه چیزی حدود فکر کنم 80 میلیون توکن داره. خب 24 ساعته 212 میلیون دلار داره حجم میخوره، داره ترید میشه، مارکت کپش 6 میلیارد دلاره. شت کوین نیستش، رتبه 20 داره توی مارکت، جزو 20 ارز اولیه، داره انباش صورت میگیره توش. هیچ کس هم هیچ حرفی دربارهش نمیزنه. چرا این کارو میکنن؟ چون نهنگا خودشون میخرن، میتونه بالا نره ها. من دارم کلیت یک قضیه رو بهت توضیح میدم که برای آیندت به درد بخوره. میتونستم بیام 4 تا ارز همون اولش تریدینگ ویو باز بکنم بگم آقا برو پپه بخر، دوج بخر، نمیدونم داگز بخر، اینا خدافظ، اینجا والکریپتو خدافظ. نه، هر آموزش رو سعی میکنم، هر ویدیو سعی میکنم که توش یه آموزش جالب باشه، به درد بخور باشه برای آینده، تا بتونی خودت دیگه اگه تازه کار هستی اوستاکار بشی، اگه هم که اوستا هستی دیگه ما شاگردتیم و داریم وقتتو میگیریم شهربنده. در هر صورت اینطوریه. اگرم یه سری از ارزا رو دیدی تو پایینش یه لول بخر، اینو هم من داشته باش. ارز خوبا این نکات رو داشته باشه. بریم سراغ ارز بعدی، نیر پروتکل.
خب ببین دوباره همین میده، ریزش به سمت پایین، انباشت، بیسش رو تشکیل داد به سمت بالا. خب توی تایم فریم روزانه من یه همچین چیزی واسش میبینم و میشه اینجا مثلا همراهش کرد به سمت بالا و از این نواحی سلش رو بگیریم به سمت پایین توی این عدد و اثباتمون هم یه لول اینجا بخریم یا اینجا. حالا میتونیم اون یه لول خریدمون رو تقسیم بر 2 بکنیم یا 3/3678 بخریم یا 2/6111. سلش رو حتما روش کار میکنیم چون نزدیک موقعیتمون هستش و چند روز دیگه بهش میرسه. اگر دیدیم داره اینجا ریجکت میخوره وارد معامله سلش میشیم، استاپمون رو میذاریم این پشت، بازش میذاریم تا برسه به این ناحیه‌ای که مد نظرمون هست و اینجا یه لول خریدمون رو انجام بدیم. اینم دوباره همین نکاتی که بهتون گفتم داره. اینجاست نیر پروتکل، توتال ساپلایش 1,183,000,000، سیرکولشن ساپلایش 1,107,000,000. اختلاف آنچنانی نداره. والیوم 24 ساعتش 472 میلیون دلاره. مارکت کپش هم یه چیز حدود 6 میلیارد دلاره. ارز خوبیه، ارز 21 مارکت کریپتوه. اینجور ارزا رو بخر، نرو دنبال آشغال کوین. یه سری ارزا رو معرفی میکنید، بیاید خودتون اول بررسی بکنید، اگر این نکات منفی رو داشت ولش بکن، نرو دنبالش اصلا. بعداً سود بهت میده، آنچنان سود بهت نمیده. به خاطر چی؟ مثلا ارز سویی، خیلی ها میان میگن آقا ما سویی بخریم، ماکسیموم ساپلایش 10 میلیارد توکنه. سیرکولشن ساپلایش چقدر آزاد کرده؟ 2 میلیارد و 7. یه چیزی حدود 7 میلیارد توکنش هنوز مونده. خب این سازنده این توکن، سازنده سویی منتظر نمیمونه که وقتی که به سمت بالا حرکت کرد توی بولران شروع میکنه تق و تق فروختن و آزاد کردن توکناش. هی میبینه که به سمت پایین داره ریزش میکنه. حالا یکی میاد میگه نه آقا بولرانه، انقدر خریدار هستش به سمت بالا حرکت میکنه. این چه حرفیه شما میزن؟ بله به سمت بالا حرکت میکنه ولی جلوی پیشرفتش رو میگیره. یه نکته رو داشته باش. حالا میگم ارز بدی نیست، رتبه 25 مارکت رو داره، توی 24 ساعته 982 میلیون دلار والیومشه و از این طرف هم مارکت کپش 5 میلیارد و 254 میلیون دلار. من سعی میکنم اون یکی ها رو بخرم. شما میتونید روش کار بکنید. حالا دیگه سلیقه‌ایه دیگه، هر کسی یه استراتژی داره، یه سبک معاملاتی داره، یه سبک سرمایه گذاری داره. سبک من اینجوریه. خب آوه فعلا میتونه به سمت بالا بره، با توجه به اینکه خیلی شارپ ریخته به سمت پایین میتونه به سمت بالا حرکت بکنه، اما توی تایم هفتگیش هم یه چیزی داریم میبینیم که یه شادو زده به سمت پایین، یه دونه هم شادو زده به سمت بالا. من خودم توی تلگرامم اعلام کردم، اینجا توی اینو من واسهتون بیارم 1 ساعتش، ببین روی این اوردر بلاک قرار گرفته یه دونه لانگ باز کردیم به سمت بالا. فکر کنم اینجاها بوده. لانگ باز کردیم به سمت بالا. میتونه استاپ بخوره، اونجا هم عرض کردم و پر ریسکه، میتونه بیاد اینجا استاپو بزنه، اما با توجه به اینکه شارپ رفته ریخته میتونه به سمت بالا حرکت بکنه. این نواحی سلش رو بگیریم. اگر اینجا رو از دست داد، از همینجا سلش رو میگیریم به سمت پایین. این ناحیه منظورمه. ما اینجا وارد میشیم برای سل به سمت پایین. اگرم رفت بالا
توی قسمت بالا، بذار به نشونش بدم، اینجاها دیدیم که واکنش سنگین داره نشون میده و یه دونه مثلا اینجا اوردر بلاک ساخته، اومده اینجا واکنش سنگین نشون داد، اومد این اوردر بلاکش رو از دست داد. اینجا وارد میشیم به سمت پایین. حواست باشه توی چه عددی میتونیم بخریمش. بریم توی تایم فریم هفتگی. چون داره خوب خودش رو جمع میکنه و سوق میده به سمت بالا، تصمیم گرفتیم که بخریمش. خب ولی توی چه عددی؟ روی بیسش محدوده تقریبا 103 ممیز 1438 تا محدوده 63 658 وارد این قسمت شد. یه لول خریدن آوه خوبه. اگرم وارد نشد ولش بکنید. من توی اینجا یه لول خریدارش هستم. اگرم رفت به سمت بالا نگو که بیکار میمونم. میتونی سلشو بگیری اینجا، لانگشو بگیری به سمت بالا و اینجا دوباره سلشو بگیریم به سمت پایین حرکت بکنه. بیکار نیستیم، نترس. انقدر ارز و کوین و اینجور چیزا هست و سرمون شلوغه که نگو و نپرس. ممنونم که تا اینجا ویدیو همراه من بودید دوستان. لایک و سابسکرایب یادتون نره. اگرم صرافی خوب خواستید البنک هستش توی دیسکریپشن، میتونید استفاده بکنید. لینک چنل تلگرام اونم هست، حتما عضو بشید. اون موقعیت‌های روزانه رو میتونید، من خودم انجام میدم برای شما هم میذارم، با ریسک کم انجام بدید که اگر استاپ خوردید لیکوید نشید. تا دیدار دیگر، بدرود.